بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم دوستان گرامی. یک سوال اومد. یک برادر گفت که شما در همون نوارهای مستقیمی که در اینستاگرام داشتید بارها به جنگ‌های صلیبی اشاره کرده بودید و ما از اون فهمیدیم که اروپایی‌ها در دین خود خیلی در دین دستانشون مستحکم بودن، زیرا به انگیزه دینی با انگیزه مقدسات خود به عالم اسلام بارها لشکرکشی کردند، یعنی 100 ساله ها. چی سبب شد که یک باره اروپا از این دینش روی گرداند و بی خدایی رو اختیار کرد و الحاد رو اختیار کرد و دین رو از حیات خود بالکل بیرون کرد؟ جواب شما رو انتظارم. دوستان گرامی، اگر این مسئله رو خوبتر فهمیدن خواهیم، رجوع میکنیم به اروپای عصر میانگی به اصطلاح و تقریبا سالهای 1095 پاپا اوربان دو، این شخص یکی از پاپاهای تأثیرناکترین در تاریخ است. تا حتی مایکل هارت در کتابی همون 100 بزرگوار پاپا اوربان دو 50مین زینه یا رده قرار داده است و او را از مؤثرترین شخصیت‌های تاریخی عنوان کرده است. این مرد برآمد شعاری آزاد کردن کلیساها از دست کافران را، یعنی اینجا به اصطلاح کافران در نظرش مسلمان ها هست، چون که نصرانی ها و کاتولیک ها اعتقاد دارند که مسلمان ها کافر هستند. به عقیده اونها باید که از دست کافر بود پرست اونجا آزاد کرده شود و جنگ صلیب را اعلام کرد. برآمد مشهورش در کلیسای کلرمون سال 1095 جنگ صلیبی را افروخت، یک جنگی که 100 ساله ها دوام کرد. تقریبا 200 و چند سال این جنگ دوام کرد و حمله صلیبی مشهورترین حمله ها 3 حمله صلیبی از طرف غرب از اروپا به عالم اسلام شده است. چنان جمع آمدگان را در این کلیسای کلرمون زیر تأثیر خود گرفت و مغز آنها را چنان شستشو کرد که مردم صدا می‌زدند، داد می‌زدند، می‌گفتند که خدا همین خیلی می‌خواهد، این خواست خدا هست، یعنی رفتن ما با اونجا، کشتن ما مسلمان ها را، غارت و قتل و مال اونها را گرفتن و زمین اونها را گرفتن، یعنی که خواست خدا هست به اصطلاح اونها. یعنی اونها را چنان متقاعد کرد که اگر شما اونجا رفته در جنگ اشتراک کرده حتما گناهات رو بخشیده میشه. و خود پاپا میگفت که در اونجا زمین شیر و عسل جاری میکنن، یعنی برای ترغیب و تشویق اونها به این جنگ. بگذار علیه کافر جنگن، غنیمت گیرند و کسی که فقیر است اونجا رود حتما ثروتمند خواهد شد. یعنی ببینید انگیزه جنگ یعنی که اینقدر انگیزه دینی ندارد، بسیارتر برای خاطر مغزشویی همون طبقه فقیری هست که دیگر از ظلم کلیسا و از ظلم حاکما به داد آمده بودند، میخواستن اونها رو منصرف کنند به زمین مقدس به اصطلاح و به همین اونها رو از فقر نجات دهند و هم از دولت‌های خود دور کنند تا اینکه اونها نتونن که حق خود را طلب کنند. یعنی که دزدی، غارتگری، آدمکشی، همه اینها رو جامعه قانونی و جامعه دینی پوشونید. یعنی که این مسئله دوستان عزیز شاید اون درس مفصل درباره جنگ صلیبی صحبت خواهیم کرد، لیکن اینجا بعضی خریطه ها رو نشان خواهیم داد که چگونه اونها به عالم اسلام هجوم آوردن. مثلا خریطه‌ای که دیده ایستاده در اینجا چگونه گذشتن از منطقه ویزانتا یا اینکه از دولت ویزانتا رو آوردن به دولت مسلمانه یا اینکه از بحر گذشتن اونها رو اینجا برای شما نشان میده. خب برای ترغیب و تشویق بسیارتر این افسانه خود یک بدعت دیگری رو این پاپا براه موند که اون رو به اصطلاح ایندولگنس میگن یا اینکه به عربی سک الغفران میگن. یعنی که چی از سک الغفران؟ اینون است که وقتی که کلیسا میروید و بهشت رو خریداری میکنید، یعنی یک اوچسکه یا یک پارچه زمین از بهشت رو برای شما کلیسای کاتولیکی میفروشند. خب یعنی که اگر پول نداشته باشید، یعنی کلیسا رو به شما ریواره میکنه، جنت هم به شما روی نمیدهد. یعنی اونها همین راهی پول کارکنی رو براه انداختن. خب سال 1517 یعنی بعد از چند صد ساله حاضر مسئله پیش از اون که سال 1517 رو صحبت کنیم، مسئله همین سک الغفران یک لطیفه هست که تو مورخان میگن که یه حکیم نزدی کلیسا آمد و گفت که برای من پارچه زمین در دوزخ فروشد. گفتن ما دوزخ نمیفروشیم، ما فقط جنت میفروشیم. نگفت ایلا بلا برای من دوزخ پارچه باید فروشه.
اونا گفتن ما دوزخ جا نداره، نمیفروشیم دوزخ، ما فقط برای جنت. این مرد گفت که من میخوام برای دوزخ. پافشاری کرد، اخیراً اونا برای این پارچه از دوزخ رو بسیار به نرخ ارزان فروختن. بعد از این مرد برآمد در همون بازار شهرش یا همون میدان کلانترین شهر برآمد گفت که اعلان از همین روز من صاحب دوزخ هستم، دیگر خواطر نشد آنجا کسی را راه نمیدهم. و این یک ضربه مستقیم بر ریشه همین بدعتی ایندولگنسیا یا اینکه سک الغفران بود که دیگر کاهنای معبد، دیگر پاپ‌های کاتولیک نمیتونستن که چیزی خود را فروشن، جنت خود را فروشن. مجبور شدن این مرد از نو فریاد کنن و دوزخ رو از او بازپس گیرن، اما این دفعه به مبلغ خیلی هنگفت، چون که توانن که همون باز تجارتی جنت فروشی خود را براه مانند. خب سال 1517 مارتین لوتر را کلیسای کاتولیکی از کلیسا محروم کرد به 2 جرم. یعنی مارتین لوتر 2 گناه دارد. یکمش این است که معصومیتی پاپای روم را قبول ندارد، یعنی بیگناه بودن را قبول ندارد، میگه که مثل ما انسان است و قابل خطا کردن و قابل غفلت و قابل دیگر گناه ها است. دومش این که او اسراف و سوء استفاده از کلیسا را بسیار کرد و برای همین به مقابل او مبارزه برد. بنابراین مارتین لوتر را از کلیسا محروم کردند و مبارزه اساسی که مارتین لوتر برده است علیه همین جنت فروشی است، چون که همین علیه ایندولگنسیا و همین نمود بدعت‌هایی که کلیسای کاتولیک براه انداخته بود. خب این یعنی که نقطه محوری سرشبی اصلاحات در اروپا است. برای مثال میگیریم سال 1536 ویلیام تیندیل در بلژیک بازداشت شد. او را اول بوقی کرده کشتن، بعد از اون سوختن. میدونید جرمش چی بود؟ یعنی برای چی بوقی کردند و برای چی سوختن؟ فقط برای اون که کتاب مقدس اونها انجیل رو از زبان لاتینی به زبان انگلیسی ترجمه کرده است. یعنی ببینید نگاهی کلیسای کاتولیکی به علم را، اینکه تا ترجمه نص انجیل را که زبان لاتینی است به زبان انگلیسی روا نمیدونست. تا همین ویلیام تیندل در حال زنده بودنش کتابش 40 بار چاپ میشود. 40 بار چاپ میشود. این بعدت‌های خیلی زیاد. 100 سال دیگر 1633 باشد گالیله اعلام میکند که مرکز هستی نه زمین است بلکه آفتاب است. یعنی ببینید وقتی که گالیله این رو اعلام میکند، مقامات کلیسا یا اینکه اینکویزیسیون به اصطلاح محاکم تفتیش میگن، اونها گالیله رو به صحبت پروفیلاکتیکی دعوت میکنن. میدارن بعضی آلات و اسباب‌هایی که اینکویزیسیون برای تهدید و برای شانتاژ و برای ارعاب و ارهابی مخالفای خودش آماده کرده بود نشان میدن. یعنی آلات‌هایی که خیلی زبان آدم کنده میگیرد، آهنایی که به دهان انسان انداخته میشه زبانش میکنن، چشماش میکنن، گوشش میبرن. تا آهنایی بود که از مقعد انسان درآورده میشد و از دهانش یا که از گلویش میبرد. تمام این آلات‌ها رو وقتی نشان دادن گالیله قفا زد، از فکرش گشت، لیکن گشتن او به اصطلاح توبه او به او شفاعت نکرد. او رو حبس خانگی کردن و مدت 7 سال در خانه محبوس بود و به همین شکل وفات کرد. تنها سال 1992 پاپا ایوان پاول II آمد و قراره که سال 1633 که در اساس آن گالیله محکوم شده بود او رو ابطال کرد، بیکار کرد و گویم که به اصطلاح سفید کرد گالیله رو. اما دیگر این خیلی قرارهای خطایی که کلیسا یا محاکم تفتیش و اینکویزیسیون حوله صدها هزارها شاید 10,000 انسان برآورده شد بسیار است. اما تنها برای شخصیت مشهور بودنش این انسان بعد از 100 سالها سفید کرده شد. یا جردانو برونو چی میگفت که در دیگر سیاره ها احتمال است که دیگر مخلوقات نیز وجود دارند. و این در مقابل همون تثلیث یا اینکه ترویچه برآمده بود، برای خاطر این جردانو برونو رو سوزاندن. آیا چیزی در اسلام به نام اینکویزیسیون وجود دارد؟ آیا در عالم اسلام کسی رو شنیدید که عالمی رو برده باشند، سوزانده باشند، یا اینکه آلت‌هایی رو اختراع کرده باشند که با اون انسان رو شکنجه بکنن فقط برای خاطر فکرشون، برای خاطر ابراز نظرشون؟ آیا در تاریخ اسلامی چنین چیزی گذشته است؟ همه چیزایی که گفته آمدیم برادران، این یک سرآغاز مرحله گذریش یا اینکه
سرآغاز انجام حکومت کلیسا در غرب بود. دین دیدرا فیلسوف مشهور فرانسه میگه که تا اون زمانی که آخرین پادشاه و روده آخرین روحانی به دار آویخته نشود مردم آزادی را نخواهند. اما همین سخنان او شعار انقلابچی‌های انقلابی فرانسه شد و بسیار فکرهای یعنی که ضد ساختار اون زمان رو داشتیم مرد. سال 1848 مثلا کارل مارکس برآمد منیفست حزب کمونیست اعلان کرد و یکی از شعارهای مارکس این بود که دین این آه مظلوما هست. این عباره یعنی که به عباره دیگر یک افسانه است که انسان‌های کم بغل، بیچاره، نادار، انسان‌های گشنه برای خاطر خدا آرام کردن همیشه بافته برآمدن. یا اینکه طبقه بالا برای ساکن و آرام نگه داشتن طبقه فقیر دین استفاده میبره. یا اینکه عباره مشهورش که ما در زمان شوروی در مکتب‌ها می‌خوندیم، در تابلوها نوشته میشد دین افیون خلق است، یک مواد مخدر است که انسان را با اون میخوابونه. این از تاریخ اروپا و از اینجا ترقی اتئیسم آغاز میگیرد. یعنی ببین مرحله به مرحله رفته است. این چیز یعنی که در یک روز، دو روز، 2 ماه و 3 سال و 4 سال نشده، بلکه 100 سالها گذشت تا اینکه اروپا به همین خلاصه آمد. به سبب چی؟ به سبب ظلم زیادی همون دین کاتولیکی که و دین اصلا دین الهی نیست، بلکه دینی است که بشر از خودش اختراع کرده است. برای انسان مثل خود قداست بافتند و اون قداستی که با انسان برای اون شخص داده است از اون شخص سوی استفاده میکند تا اینکه حکومت خودش را تثبیت کند، پایه های حکومت خودش تثبیت کند و هم یک نمود پیمان با حاکمی داشت که اونها هم کلیسا از یک طرف پادشاه های اروپا با هم یک پیمان داشتن که توسط آن مردم را زیر نظارت خود می داشتن. خب وقتی مثلا یک انسان به یه جا دمگیری میره برای استراحت میرود، وقتی استراحت میرود یک کس میدوزد. وقتی که چیزی میدوزدن خانه میاد، خانگو میپرسن که چه خیلی از استراحت خوب گذشت، اون استراحتگاه چه خیلی جا بوده است، میگه که همش دوزدن، همش انسان‌های نمیشدگی اند. برای چی؟ برای اینکه یک آدم شما را غارت کرده است، شما حکمی عام برای همه اون مردم داده. یعنی که این چنین مفهومی دین است، یعنی مفهومی کلی لغو شد و به بهانه اون که اگر ما خواهیم که حیات دنیوی متمدن داشته باشیم باید که از دین روی گردانیم. یعنی اروپا در نتیجه چند صد ساله به همین خلاصه آمد. یعنی که اگر ما خواهیم که در این دنیا در این عالم متمدن زندگی کنیم باید دین را از دایره حیات خود بالکل باید بیرون کرد. یعنی که این در حقیقت یک واکنش سخته بود که خود را فریب خورده میپنداشتن این فیلسوفایی که ما گفتیم و در نتیجه به همین برخورد اومده رسید. آیا این عملها به اسلام علاقه دارد؟ آیا اسلام یا مسلمان ها یا روحانی های مسلمان همه خطاگاه را کرده بودن یا نکرده بودن؟ این نکته، یعنی که این نکته اینجا هست و ما اون رو در حلقه دیگر ان شاء الله برای شما بیان خواهیم کرد. خب امیدوارم که قسماً به سوال خود جواب گرفته باشید. خب در آخر الله تعالی مطلب میکنیم که برای همه ما علم نافع عطا فرماید. و السلام علیکم و رحمت الله.